سلام بچه ها، پارت هفتم دوره تشخیص و درمان افسردگی را میخوایم ادامه بدیم امروز. طبق تعریفی که از افسردگی داشتیم، افسردگی یک اختلال خلقی است و هسته آشفتگی آن در مرکز آن قرار دارد. انواع افسردگی را هم گفتیم که ما شروع کردیم به افسردگی ماژور تعریف کردن و توضیح دادن که افسردگی ماژور داشتیم، افسردگی دائم یا اساسی، افسردگی سوگ طولانی و افسردگی مینور و افسردگی کوتاه مدت مکرر و افسردگی دوبل را داریم. افسردگی ماژور را تعریف کردیم و انواعش داریم، هی ادامه میدیم و میگیم افسردگی ماژور همراه با سمپتوم های سایکوتیک و افسردگی ماژور همراه با سمپتوم های ملانکولیک یا مالیخولیا، افسردگی ماژور همراه با سمپتوم های آتیپیکال هم گفتیم، افسردگی ماژور همراه با شروع پستپارتوم و افسردگی ماژور همراه با الگوی فصلی که امروز در مورد افسردگی ماژور همراه با سمپتوم های شروع پستپارتوم آنسیت که بعد از زایمان یا آغاز پسا زایمانی، همونطوری که گفتیم این اختلال زمانی مطرح می شود که علائم یا سمپتوم های ماژور در طی بارداری یا بعد یا 4 هفته بعد از زایمان باید وجود داشته باشند که این افسردگی ماژور، این علائم باید وجود داشته باشه که افسردگی پستپارتوم، شروع پستپارتوم تأیید بشه. پس ما گفتیم علائم ماژور که همون خستگی، بی انرژی، خلق افسرده و ممکنه پرخوری داشته باشیم، ممکنه کمخوری، روانی حرکتی، کندی روانی حرکتی و افکار مرگ و خودکشی. اینها خب این علائم افسردگی ماژور باید حداقل 5 تا باید در این بیمار تایید بشه که ما تشخیص بدیم که این فرد افسردگی ماژور داره. به علاوه این علامت ها، یک علامت های دیگه باید وجود داشته باشه که افسردگی شروع پستپارتوم را چکار بکنه؟ تایید بکنه. در مورد علائم پستپارتوم که گفتیم اول باید علائم ماژور به طور کامل مشخص باشن، وجود داشته باشن، یعنی در هنگام بارداری علائم افسردگی ماژور باید وجود داشته باشن و یا 4 هفته بعد از زایمان این علائم باید وجود داشته باشن که علائم شروع پستپارتوم، اختلال پستپارتوم تأیید بشن. خب این علائمی هستن که ابتدا بیمار احساس اضطراب شدیدی پیدا میکنه و بعد این اضطراب تبدیل به افسردگی میشه. خب این مادر، این زایمانه چطوری از اضطرابش سبب میشه که افسردگی شدیدی میگیره؟ خب افکاری که در ذهن این مادر ایجاد اضطراب شدید میکنن اینها هستن: اضطراب شدید در مورد سلامت جنین که در شکم مادر هستش و میخواد به دنیا بیاد، یا توانایی مراقبت از این جنین یا این نوزاد. احساس ناتوانایی یا ناکافی بودن به عنوان مادر سبب میشه که مادر اضطراب شدید بگیره و تبدیل به افسردگی بشه. خب مشکل ایجاد ارتباط عاطفی با نوزاد
موقعی که مادر احساس میکنه که نمیتونه یک ارتباط عاطفی بین خودش و نوزاد ایجاد بشه، سبب میشه که اضطراب شدید بگیره و این اضطراب تبدیل به افسردگی بشه. افکار مزاحم آسیب رسان به خود یا خود نوزاد، ممکنه این مادر بر اثر اضطراب شدید که این افسردگی به خودش آسیب برسونه یا به نوزاد که باید سریعا مداخله بشه. نوسانات خلقی همراه با گریه کردن مکرر و تحریک پذیری. میبینی زائو، میبینی این خانم داره گریه میکنه، گوشه‌گیر شده و تحریک پذیری زیادی داره و ممکنه به خودش یا به نوزاد آسیب برسانه. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، افسردگی پستپارتوم یا افسردگی شروع پستپارتوم با غم بعد از زایمان خیلی تفاوت داره. غم بعد از زایمان بعد از 2-3 روز از زایمان وارد مرحلهش میشه و طی 10 یا 14 روز خوب میشه و تقریبا خفیفتره. ولی افسردگی پستپارتوم شدیدتر و طولانیتر هستش و سبب میشه که حرکات زائو یا حرکات این بیمار مختل بشه و سبب میشه که افسردگی سبب میشه که خیلی به این خانم فشار بیاره و ممکنه کارهایی انجام بده که هم به خودش و هم به نوزاد خودش ضربه ببینه. همیشه باید توجه کرد که این فرد بعد از زایمان خیلی به مخصوصا خانواده باید خیلی به این فرد توجه بکنن و خدای نکرده این اضطراب شدید به افسردگی تبدیل نشه و مواظب خانواده خودمون باشه. این ویدیو انشالله به درد شما خواهد خورد و در زندگی شما باید همیشه مواظب خودتون باشید. انشالله دیگه یک افسردگی داریم و آن هم افسردگی فصلیه که در ویدیوهای بعدی در مورد اون صحبت خواهد شد.